سلام و عرض ادب دارم خدمت همه همتبارانم، همه مردمی که با عشق به میهن، به ایران عزیز و با ارادت به قهرمانان و جهان پهلوانان ما اینجا جمع شدن. من از همهشون به نوبه خودم از طرف جامعه هنرمندان و عموم مردم لرتباران تشکر میکنم. این حلاوت و شیرینی قهرمانی و مدال‌های رنگارنگی که عزیزان ما کسب کردن گوارای وجود تمام سرزمین ما، تمام ایران زمین، مهد دلیران. امیدوارم که همچنان در تمام مقاطع زندگیشون بدرخشن و پیروز و سربلند باشن. احمدی عزیز، فرزند راستین ایزه، فرزند راستین لرتباران، شیر مرد سرزمینم. هیچ وقت راضی به اشک تو نبودیم، با اشک تو گریه کردیم. خدا میدونه که تمام ایران با تو گریه کردن. تو نباید گریه کنی. مدال طلایی که از تو به تاراج بردن، از تو به یغما بردن، به اشتباه داوری و بی‌عدالتی داغی شد بر دل همه ما. تو نقره آوردی که از 100 طلا بالاتره. به تو تبریک میگم.